تصور کنید همین الان آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنند. آیا مثل همین جنگ 12 روزه میشه یا خیلی بدتر؟ توی این ویدیو قراره همین رو بفهمیم. سلام، حالتون چطوره؟ علیرضا هستم و توی این ویدیو قراره در مورد جنگ احتمالی ایران و اسرائیل صحبت کنیم. پس بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، سابسکرایب، لایک، کامنت فراموشتون نشه. بریم برای ویدیو. آمریکا رو که خب هممون میدونیم ابرقدرت جهان، تجهیزات خیلی پیشرفته داره و فقط بودجه نظامیش به اندازه بودجه 10 تا کشوره. از یه طرف دیگه ما اسرائیلی رو داریم که یکی از قوی ترین ارتش‌های همین منطقه رو داره، اطلاعات خیلی قوی داره، توی همین جنگ دیدیم و یه نکته خیلی مهم اینه که سالهاست داره میجنگه و جنگ بلده. حالا تصور کنیم که آمریکا و اسرائیل با تمام قوا، زمینی، هوایی، دریایی، همه مدله به ایران حمله کنن. آیا ایران جلوی این دوتا کشور شانسی داره یا نه؟ جواب این سوال به ظاهر خیلی ساده است. آمریکا و اسرائیل قویان، حمله کنن خب ایران رو شکست میدن و تمام میشه میره. اما در باطن داستان فرق داره. اینجا باید یه سری موضوعات رو با هم بررسی کنیم، ببینیم در نهایت به چی میرسیم. ببینید ما دو تا حالت جنگ داریم. یک جنگ متقارن. توی جنگ متقارن اینجوریه که خب آمریکا و اسرائیل میان، ایران هم با تمام توان نظامیش میره روبروشون. خب میدونیم قدرت اونا خیلی بیشتره، پس در نهایت ایران توی کمترین زمان ممکن شکست میخوره، تمام میشه میره. این میشه جنگ متقارن. اما یه حالت دیگه داریم به اسم جنگ نامتقارن. اینجاست که کل این معادلات به هم میریزه. وقتی یه کشوری توان نظامی پایینتری داره، نمیاد دیگه مستقیم با یه قدرت بزرگ وارد جنگ بشه. از روش‌های غیر مستقیم مثل جنگ‌های سایبری، تله، حملات غافلگیرانه و کلی روش‌های اینجوری برای شکست قدرت بزرگتر استفاده میکنه. حالا اینجا ایران یک برگه برنده خیلی خیلی مهم توی این موضوع داره و اون هم جغرافیاشه. مورد اول کوههای البرز و زاگرس، جایی که ایران میتونه برای جنگ‌های چیریکی و تله ها ازش استفاده کنه. جنگ زمینیه، فکر کن سرباز مقابل میخواد ورود کنه، باید از مسیرهای تنگ و تاریک عبور کنه و ایرانی‌ها که خب اونجا رو کامل میشناسن یهویی غافلگیرشون میکنن و تمام. مورد دوم میشه این زمینهای خالی و پهناوری که داریم، باعث میشه که تانک و ماشینای جنگی و حتی سربازها نتونن پیشروی کنن چون کاملا دارن دیده میشن. مورد سوم میشه تراکم جمعیت. ببینین شهرهای بزرگ ایران، اصفهان، نمیدونم تهران، اینا میلیون ها نفر جمعیت داره. پس برای یک مهاجم خیلی سخته که جنگ شهری بکنه بین این همه آدم. و مورد چهارم میشه مهمترینش تنگه هرمز. ببینین تنگه هرمز شاهراه اصلی نفت و تقریبا اقتصاد جهانه و خب اون دست ایرانه، میتونه ببنده. البته اینو من 50-50 هم، یه سری داستانهای سیاسی و اینجور چیزا داره که نمیدونم میتونه ببنده دقیقاً یا نه. اما خب دیدیم که چند بار همینجوری تهدید کرد که من اینو میبندم و اگر تنگه هرمز بسته بشه اقتصاد جهان فلج میشه. خب این هم باز یک موضوعه. حالا همه اینایی که گفتم فقط راجع به جغرافیامون بود که بارها ایران رو از تجزیه شدن نجات دادن. کاش نجات نمیدادن واقعا. شاید اگر ما این جغرافیا رو نداشتیم وضعیتمون خیلی بهتر بود. بگذاریم بریم سر وقت اینکه ایران چه قدرت‌های نظامی و تاکتیکی داره که بتونه جلوی اسرائیل و آمریکا دووم بیاره. ببینین یک موضوع خیلی مهم توی جنگ‌های نامتقارن اقتصاد جنگه، یعنی اون هزینه‌ای که یک کشور برای جنگ کردن باید بپردازه. و اینجا جاییه که همیشه کشور ضعیف سعی میکنه که جنگ رو به سمت جنگ تمام عیار و یه جنگ فرسایشی بکشونه. چرا؟ به خاطر اینکه با کمترین هزینه میتونه کلی برای اون قدرت بزرگ هزینه بتراشه و در نهایت مجبور به عقب نشینی و آتش بس بشه. برگردیم به همین جنگ 12 روزه. ما اونجا هم نمونه هاش رو دیدیم. ببینین هر پهپاد ایرانی که به سمت اسرائیل میزدن یه چی بین 15 تا 20 هزار دلار قیمتش بود. حتی مثلا یه سری از پهپادا رو مثل شاهد 136 گفتن آقا زیر 15 هزار تا قیمتش پس. ایران میومد چیکار میکرد؟ میومد یه سری موشک‌های قدیمی و ارزون قیمت به علاوه کلی پهپاد ارزون رو میفرستاد روی آسمون اسرائیل که هم آسمونش رو اشباع کنه، همین که موشک از اون پدافندا بکشه بیرون. هر یه دونه موشکی که از اون پدافندا بیرون میکشیدن میلیون دلاری هزینهش میشد برای اسرائیل. پس اینا میومدن این کارو میکردن. حالا بین همه این ارزون قیمتا، بین این پهپادا و موشک‌های ارزون، دو تا بالستیک خوبم میفرستادن که اونا اصابت. ببینید قدرت‌های بزرگ هیچ وقت دنبال جنگ تمام عیار نیستن. اونا میخوان بیان با کمترین هزینه و کمترین زمان بزنن برن. دقیقاً مثل کاری که با فوردو کردن. تو اومد بمبا رو ریخت رفت تموم. حالا اینجا طرف ضعیف‌تر میاد جنگو ادامه میده و طرف قوی وقتی این جنگشون ادامه پیدا میکنه میبینه بابا دهن اون سرویس چرا انقدر هزینه کردیم، پس عقب میکشه.
ایران چی داره برای ضربه زدن به بودجه نظامی آمریکا؟ توی دریا یه سری قایق تندروی انتحاری داره که زیر $10,000 قیمتشه. فکر کن مثلا 100 تاشو میخواد بفرسته به سمت هدف، 99 تاش ردگیری و منهدم میشن، یه دونش به هدف حسابت. اون 99 تایی که منهدم شدن یه هزینه‌ای داره که باش کاری نداریم، اون یه دونه‌ای که حسابت میکنه می‌بینی $1,000,000 داره ضرر میزنه. بعد ما پهپاد داریم که اسمشون هم دیدیم دیگه، از شاهد 1 تا 1000. همه یه پهپادا رو جمع کنی مثلا به قیمت 50 تا دونه موشک از سامان ایتاد نمیشن. موشک‌های ارزون قیمت و قدیمی که خب همه اینها در کنار هم میتونه یه ضربه خیلی بزرگی به بودجه نظامی آمریکا و اسرائیل بزنه. فکر کن مثلا موشک $20,000 از اینجا شلیک میشد به اسرائیل. فلاخن آقا داوود باید دفاع میکرد. اون موشکی که آقا داوود از فلاخنش میداد بیرون 50 برابر قیمتش بیشتر از موشکی که بود که قرار بود مثلا منهدمش کنه. توی تاریخ هم مثالای خیلی زیادی از جنگ نامتقارن داریم. مثلا جنگ ویتنام و آمریکا اونجا با قدرت کامل و تجهیزات فوق پیشرفته وارد جنگ شد. یعنی میگفتن زیر 5 روز ویتنامی‌ها رو شکست میدن. اما اومدن چیکار کردن؟ با تاکتیکای چیریکی و نامنظمی که داشتن بزرگترین ارتش دنیا یعنی آمریکا رو شکست دادن. میومدن تونل‌های زیرزمینی میکندن، توی جنگلا کمین میکردن، حملات غافلگیرانه میکردن، کاری کرده بودن که آمریکایی‌ها حتی نمیتونستن اونا رو ببینن، چه برسه به اینکه بخوان شکستشون بدن. در نهایت آمریکا با میلیون‌ها کشته و زخمی مجبور شد که عقب نشینی بکنه. یا مثلا افغانستان که تو دهه 1980 شوروی با تمام قدرتش وارد افغانستان شد که کمونیسم کابل رو حفظ کنه. اینجا مجاهدین افغان اومدن با سلاح‌های ساده و یه سری تاکتیک‌های چیریکی که داشتن ارتش سرخ و زمینگیر کردن. شوروی میلیاردها دلار هزینه کرد، هزاران سرباز رو از دست داد و در نهایت مجبور شد که عقب نشینی کنه. دوباره سالها بعد آمریکا همون اشتباه رو تکرار کرد. توی سال 2001 اومدن ورود زدن به افغانستان که طالبان رو سرنگون کنن. حالا طالبان چیکار می‌کردن؟ از کوه‌ها، از روستاها، از تونل‌ها استفاده می‌کردن و ضربه‌شون رو به سربازای آمریکایی می‌زدن. شبا حمله می‌کردن، روزا میومدن بین مردم و هیچ کس هم نمی‌شناختشون. 2 دهه آمریکا اونجا جنگید و در نهایت بدون پیروزی مجبور شد که خارج بشه. پس ببینین بحث دیگه روی کاغذ نیست. توی میدون جنگ ممکنه معادلات کاملا به هم بریزه. درسته آمریکا ارتش قدرتمندی داره، تجهیزات فوق پیشرفته‌ای داره، ابرقدرت جهان، یه چیزایی داره که اصلا ما فکرش هم نمیتونیم کنیم. این درسته. اسرائیل ارتش خیلی قوی داره، جنگ بلده، کلی سال جنگ کرده، میدونه چیکار کنه، اطلاعات قوی داره که خب دیدیم زدن ترکوندمون واقعا. اما توی میدون جنگ داستان فرق میکنه. ممکنه میگم معادلات به هم بریزه، ممکنه جفت این کشورها رو ایران شکست بده. هیچی مشخص نیست. حالا اینجا جنگی در راه هست؟ قطعاً بله. اینکه حالا الان باشه یا 6 ماه دیگه معلوم نیست. اما شما یه نگاه به دور کشور بنداز، همه رو دارن میگیرن که بتونن به موقعش ضربهشون رو بزنن. حالا در هر صورت هر چیزی که بشه، یعنی من میگم مثلا باش جنگ بشه دیگه، هر چیزی که بشه از این وضعیت بدتر نداریم. الان توی جنگ نیستیم ولی انگار هستیم. حداقل وقتی داشتیم جنگ می‌کردیم یه 4 تا سر صدا میشنیدیم، نمیدونم میگفتیم جنگ دیگه، اگر نمیدونم چیزی پیدا نشه میگیم ما جنگه. الان از جنگ وضعیتمون واقعا بدتره. پس اگر جنگ بشه خیلی خیلی بهتر باشه. دمتون گرم که لایک و سابسکرایب میکنین. تا درودی دیگر در ویدیوی بعدی.